تو عالم حیوانات هم پیامبر گفته برای خوشگذرانی و تلذذ و لذت بردن که تیرت به هدف خور یا نخور، هیچ پرنده زیروهی رو هدف نگیر. میخوای تمرین تیراندازی بکنید، یه قطی، یه چوبی تق لذت ببره. یه وقتی شبی از جایی رد میشدم دیدم که نصف شب چراغ دستی، چراغ تو درخت کهور کنار شب. این چراغا مال چیه؟ بعد میگه تق تق شب. رفتم که چه این پرندگانی که شب پناه میبرن رو درخت‌ها میخوابن، یه جوونی تفنگ دستش گرفته چراغ قوه میزنه رو پرنده، تق شب، تق تق تق.